السلام علیکم. سلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، قدم مبارک شما را که همه وقت به ناحیه ما فیض و برکت، آبادانی و سازندگی را به بار می آورد خوش آمدید می گویم. سلام باش. من نارنج و انگلینا، دانشجوی بخش دوم ماجستری اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان می باشم. محترم جناب عالی، چنانچه از کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان برمی آید، از روی مقام پرزیدنت حامی کنستیتوسیا و قانونها، کفیل حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، استقلالیت ملی، یگانگی و تمامیت ارضی، پایداری و بردوامی دولت، فعالیت مقامات آنها و رعایت شرطنامه‌های بین المللی تاجیکستان می باشد. اگر به تحلیل هر یک صلاحیت ذکر شده نظر اندازیم، چقدر مسئولیت بزرگ در آنها نهان است و باعث ذکر است که محض اجرای پاک وجدانانه این مسئولیت‌ها و دیگر صفت‌های شخصی باعث گردیدند که مردم شریف تاجیکستان شما را محترم جناب عالی همچون اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت اعتراف نمودند. شما تاجیکستان را از قسمت کردند و مردم آن را از ورطه هلاکت نجات داده، برای ما تاجیکستانیان فضای صلح و آسایشته را فراهم آورده، برای رشد و انکشاف ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت وسعت بخشیدید. محترم جناب عالی، شما تاجیکستان را به جهانیان همچون دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه معرفی نمودید. با تلاش و زحمت‌های زیاد شما محترم جناب عالی، در مدت کوتاه تاجیکستان به یک قطار دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردید که آبروی و اعتبار آن در عرصه جهانی دوچند زیاد گردید. ناحیه راشد قلعه که زاده استقلالیت است، از فیض و برکت آن رواج و رونق یافته ایستاده است. دستاوردهای ساحه اقتصادیات و اجتماعی و فرهنگی دوران استقلالیت نظررس بوده، در تمام ساحه‌ها از جمله در ساحه ساختمان یک زمره کارها به انجام رسانیده شدند. در دوام 30 سال استقلالیت دولتی و بخشیده به پیشواز گرفتن جشن مقدس 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، با دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان و علل خصوص با دستگیری و غمخواری های پیوسته شما محترم پیشوای معظم ملت، در ناحیه راشد قلعه یکچند کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارند. ساکنان ناحیه راشد قلعه از آن افتخار دارند که دستاوردهای بی‌نظیر استقلالیت سیمای ناحیه را مثبتاً تغییر داده، آن روز از روز باز هم زیبا و آباد گشته ایستاده است. ما جوانان زاده استقلالیت خوشبخترین نسل می باشیم که صاحب این وطن آباد و زیبا هستیم. ما جوانان ناحیه راشد قلعه طرفدار سیاست خردمندانه شما محترم جناب عالی بوده، به شما قول می دهیم که برای شکوفایی و باز هم آباد و زیبا گردیدن کشور محبوبمان، کشور عزیزمان تاجیکستان، تمام نیرو و قابلیت خیش را روانه می نماییم. در انتهای سخن جناب عالی، قدم فرخنده شما را بار دیگر به ناحیه راشد قلعه خیر مقدم گفته
میخواستم سخنانم را با یک شعر جنبست نمایم. ای سروری عالی مقام، ای سروری عالی مقام، مرد زمان خوش آمدید. ای سروری عالی مقام، مرد زمان خوش آمدید. بر کشوری کوهسار ما جان جان خوش آمدید. ای مهربانی خلق ما، ای مهربانی خلق ما، ای معامله رحمان ما. پزمان دیدار شما پیر و جوان خوش آمدید. رشتقلعه از هر قدم های شما گل می کند. رشتقلعه از هر قدم های شما گل می کند. دامن سبز بهارش سفت بلبل می کند. تشکر زیاد. کورسی چهارم هستم. کورسی دوم. کورس دومی ماگیستر اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. ناز خون دکترم. لیکن بسیار ناز. سخندان هر کس نمیشه. از سخندان حسابی وقتی انسان کتاب بیشتر میخواند، اثرهای بدی میخواند، مطالعه میکند بیشتر سخندان میشه. بعد هم که کارهای جمعیتی دارم فعال باشه، کمیته جوانان دیگر وقتی هم کاری موفقیت داشته